نیت خیلی مهم است. حتی این که یک کسی یعنی یک لقمه انسان چی میکنه؟ صدقه میکنه. در حدیث میاد به یک صحابی نبی الاسلام میفرماید و انک لن تنفق نفقه تبتغی بها وجه الله الا اجرت علیها. میگه تو انفاق نمیکنی، صدقه نمیکنی به یک صدقه کردن، نفقه کردن که به او هدفت نیتت رضای خداوند باشه، مگر خدا برات اجر میده حتی او چیزی را که در دهن خانم خود میگذاری. یعنی به خانم تم یک لقمه نان دادنش میتی و نیتت رضای خدا، امورم خدا یعنی به نیت صدقه میکنی خدا اجر میده. یک نفر در بازار میره سودا میخره، در خانه سودا میاری، مثال یک سیر سیب میخری، امورا که آوردی در خانه خود خوبی از او اشتکایت میخوره. لیکن اگر نیت صدقه را کردی، امو ساعتی که سیب میخری قای خود نیت کردی که امروز یک سیر سیب ما میخرم سری فامیل خود صدقه میکنم، فامیلت خوش شد و سیب خورد، ثواب صدقه نوشته میشه برات. صحیح که نیت چقدر مهم بوده. نیت مهم است. باید نیت خدا جور کنیم. همچنان یک نفر هست جهاد میکنه به خاطر از اینکه مرد شجاع با غیرت بگوید، به خاطر قومیت، عصبیت، ریاء جهاد میکنه. مجاهد چقدر مقام بالا داره، خلی که نیتش خراب است در جهاد، خدا نمی قسم مجاهد دوزخ میپرده. یک کسی که جهاد به خاطر اعلای کلمت الله میکند، الله تبارک و تعالی به او مقام بلند میته، حتی اگر شهید میشه 70 نفر شفاعت میکنه. از این جهت یک حدیث خیلی طولانی هسته راجع به وسیله اعمال که نیت مهم است. میگه ان طلق ثلاثه نفر ممن کان قبلکم. حضرت عمر ابن خطاب رضی الله عنه مبارک میگه از نبی اسلام شنیدم میگفت 3 نفر بودن از قبل از شما، میگه اینها شب از خانهشان که بر آمدن، شب اینها مجبور شدن که به سوی یک غار داخل شود. یا اینکه در دیگر روایت میاد 3 نفر بودن از خانهشان بر آمدن، سرشان شب آمد یا بارش سرشان آمد، اینا مجبور شدن به یک غار داخل شدن. وقتی که در غار داخل شدن، یک سنگ لول خورد از کو دان غار بسته کردی، بیچاره در غار 3 نفر بندی شدن و واسشان هم نمی کشید که سنگ تغییر بده، یک سنگی کلان بوده. پس در وقت در مابین خود مشوره کردن، گفت غیر از اینکه اعمال خود را به خداوند پیش نکنیم، او اعمالی که صالح که دو 100% به خاطر الله کرده باشیم، نیت ما دو اعمال ما رضامندی خداوند باشه، دیگه چاره نداره. پس همین بود در مابین خود که مشوره کردن، گفت هر کس فکر بکنه که در زندگیش ایت یک عمل کرده باشه که دو رضای خدا نیتش باشه، هدفش رضامندی الله باشه، با نیت خوب کرده باشد، امو عمل به خدا پیش بکنین، وسیله کنین اگر الله تعالی مشکل حل کنه. پس همین بود. یکشان گفتن که ما پدر و مادری موی سفید داشتم،
ما یک قدر احترام پدر و مادر خودم میکردم که شیر میدوشیدم، در یک پیاله و چینک مینداختم، پیش از پدر و مادر خود به طفلای خودم شیر نمیدادم. یک روز میگه شیر دوشیدم که آمدم که پدر و مادرم چی بود؟ خواب بودن. میگه ما این جرأت نکردم که اینها را بیدار کنم. همیشه در پیش سرشان استاد شدم، شیر به دستم، اهل و عیال ما یکشان میگه شیر ندادم. میگه بالاخره تا اندازه استاد شدم که صبحکی شد. میگه طفلای ما زیر پایایم، در این پایایم لول میخورد که در ما شیر بودی، گوش نستیم. میگه ندادم برشان تا صبحکی را. میگه در سر پدر و مادر استاشن تا اینکه از خواب بیدار شدن. باز شیر برشان دادم، میگه نوشیدن. امی شخص میگه خدایا اینمی عمل در مقابل پدر و مادر خود به خاطر رضای تو کرده استم، نیت ما رضای تو بود. یا الله اینمی عمل که به خاطر رضای تو کرده استم، مشکل ما را حل کو. وقتی که میگه اینمی دعا را کرد، یک دم سنگ کمی شور خورد. دیگهش گفت که دختر کاکایم بود، حسینه جمیله بود، در مقابل از این منیت بد کردم. میگه خو لیکن قیمه قبول نکرد. میگه امی دختر کاکا بالاخره یک وقتی از وقتها قحط سالی و فقر اینها را ورخطا کرد. پیش ما میگه آمد، برش یک چیزی دینار دادم، 120 یا زیاد و کم دینار برش دادم. برش گفتم شرط اینمیست که قیمه خلوت میشی. بالاخره میگه قطعی خلوت شدم او 100% میگه ما حاکم بودم، هیچ کس نبود که ما یه عمل ناروا را بکنم، چون که او مجبور بود، از پیش ما پیسه گرفته بود. میگه وقتی که فلما قعدت بین رجلیها، دا پیش روی پایهایش که میگه ششتم، نیت که امی عمل ناروا را انجام بدم، او خو مجبور بود. میگه برای ما او دخترکه گفت که اتق الله، از خدا بترس، ما خو مجبور استم از تو پیسه گرفتم، از خدا بترس، یه عمل نکو. اینمی جوان میگه که فانصرفت عنها، ما گشتم. ای جوان میگوید که اینمی عمل خاص به خاطر خوف تو، از ترس تو ترک کردم. یعنی هدف ما به خاطر خوف و خشیت از ترس تو یا الله ترک کردم که تو از پیشم ناراض نشوی. یا الله این مشکل ما را حل کن. میگه فانفجرت الصخره. یا این که تو حدیث باز میاد اللهم ان كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. پروردگار اگر می فعل به خاطر رضامندی تو انجام دادم که می کار ترک کردم که تو را خوشحال بسازم، تو ناراض نشوی، خدای مشکل از ما دور کو. میگه سنگ دیگه مشور خورد. سیومش گفت که من یک مزدور مردکار گرفته بودم، کار کردن با کلگیشان مزدی ما پیسه مردکاریشان دادم، خو یک مردکار پیسیش پیش ما مان. سرمو یک روز پیسه مردکاریش تجارت کردم، بسیار مال زیاد شد. مردکه و مردکار همی تو رفته بود، چندین وقت پاس آمد. میگه یک وقت برای ما آمد، برای ما گفت که مو یک روز مردکاری کردم پیسه مرا بدی.
میگفتم برو نمی مالا که میبینی گوسفنده رو کلشو برای توسته، من الابل والبقر والغنم. میبرش گفتم که برو نمی گله رو ببر. و شخص میگه برای ما گفت که لا تستهزی بی، با ما ریشخندی نکن، تمسخر نکن. ما یک روز مردکاری کردیم تو میگه گله شتر و گوسفنده رو بر. میگه ببره، نمیره ببر دیگه. نه پس همین بود که مو یک مردکار کل گوسفنده و شترها رو داده مشان بدر برد. و واقعیت هم از اون فایده یک روزه مردکاریش بود. این شخص میگه خدایا ام یک روزه مردکاری از زیر ما نخوردم، ضایع نکردم، تجارت کردم که مالی مسلمان اضافه شو، بخاطر رضای تو کردم، خدایا مشکل ما را حل کن. سنگ مکمل وضو شد، میگه از غار برآمدیم. سعی کنید نیت چقدر مهم بوده. وقتی که نیت ما و شما رضامندی الله جل علا شانه باشه، بسیار مشکلات حل میشه. این تو سختی ها را خدا برات حل میکنه که تصور هم نمیکنی. باید کوشش بکنیم در هر عمل ما رضای الله تبارک و تعالی مقصد و مرای ما باشه. وقتی که رضامندی الله تبارک و تعالی مقصد و مرای ما شد، باز آن وقت ما و شما چی میشیم؟ کامیاب میشیم. و اگر خدای نخواسته نیت ما للهیت نبود، رضامندی الله نبود، در هر عملی که ما و تو مصروف باشیم، اگر درس میخوانی، اگر صدقه میکنی، خیرات میکنی، جهاد میکنی، هر عمل میکنی، نیت رضای خدا نباشد، ثواب خو برات بیخی داده نمیشه، بلکه نمی کار تو سبب ریاکاری ای شرک اصغر شده. اینمی اعمال خیرت که بنیتی خراب کردگیستی، رضامندی خدا نیت نداری، خدای نخواسته باز انسان به جهنم وصل میکند. الله رب العزت به همه ما شما للهیت، رضای الله، نیت خالص، اخلاص و محبت را نصیب بگرداند.